برادران و خواهران اسلامی، من اولین میخواهم سلام خود را به شما رسانم. وقتی که من امروز از اینجا میگذشتم، من خیلی برادرهای ریشدار و خواهران حجابدار را دیدم. در حقیقت این دل مرا خیلی خرسند کرد. اگر شخصی که الله و اسلام را دوست دارد، آن وقت این خیلی گوارا است اسلام را دیدن. این خیلی خوشحال کننده است وقتی که انسان ها با در اسلام عمل میکنند. این خیلی مهم است وقتی که با ایمان علاقه دارد. بعدا من فکر کردم وقتی که رفیقی پیشینه خدا دیروز پیش واخوردم. ما علاقه 20 سال باز یکدیگر را میشناسیم. اگر من این حالت امروزه او را 20 سال پیش میدیدم، من خشمگین شده میگفتم شما نگرید به این خارجیان که آمده در اینجا رومای خالایشان در سر این طرف و آن طرف میدوند. اما سپاسگزارم الله را که مرا به راه راست هدایت کرد. برادران و خواهران اسلامی، من به شما فخر میکنم. من به شما یک چیز را گفتنیم، ما انشاءالله این دین را نصرت میدهیم. هر حادثه که به ما روح ندهد و الله ما را حفظ کن. الله جل جلاله در قرآن میفرماید: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. به درستی که برای شما، برای کسی که ثواب خدا و روز آخر را امید دارد و خدا را بسیار یاد میکند، در کار پیغمبر خدا اقتدایی پسندیده هست. اولا صحابگان بودند. وقتی که این آیت نازل شد، برای کسانی که ایمان به الله و روز قیامت دارد، اگر کسی که میخواهد به دوزخ رود، برای آن پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال خوبی نیست. اگر کسی که میخواهد به بهشت رود، برای آن مثال خوبی هست. حاضر ما را میپرسند برای چه او مثال خوبی است؟ شما بگویید برای آنکه الله او را برای ما فرستاد. اما من حاضر میخواهم مثال فهمای بیارم تا که برای قلبهای شما جای گیرد. اولا وحی که بر او می آمد از جانب الله بود. چی طوره که الله در قرآن میفرماید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. او آن خدای است که در میان ناخواندگان پیغمبر از خودشان برانگیخت که بر آنها آیات او را میخواند و آنها را پاک میکند و به آنها کتاب دانش را میآموزد. همانها آنها پیش از این در گمراهی ظاهر بودند. از اینجا معلوم می شود که آنها دو چیز داشتند: تا که علم آموزند، کتاب که این قرآن است، و دانش این چیست؟ این سنت است که پیامبر بر آنها آموزاند. و باز الله می فرماید: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان والا وحی یوحی. Das heißt, ja, سوگند به ستاره‌ای که فرو افتاد، این یار شما یعنی محمد گمراه نشد و راه را غلط نکرده است و سخن از خواهش نفس نمیگوید. نیست گفتارش مگر وحی که به او فرستاده می شود. از اینجا برمی آید که پیامبر صلی الله علیه و سلم بهترین مثال است برای پیروی کردن، برای آن که او انسانی از همه خوب بود و وحی نیز بر او می آمد و پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال برای پیروی برای آن است که از همه دیده آداب خوب داشت. الله در قرآن می فرماید: و به درستی که تو بر خوی بزرگ هستی. اگر تو از مسلمانان سوال کنی برای تو محمد صلی الله علیه و سلم بهترین مثال هست، هر یک مسلمان میگوید بله. اگر از آنها پرسی پیامبر بهترین اخلاق داشت، همه این مسلمان میگن بله. باور کنید وقتی که در کوچه میروی، از 100 مسلمان پرسان کن کدام صفتها را
پیامبر صلی الله علیه و سلم دارا بود؟ میدانید شما چی پاسخ میگیرید؟ ممکن آنها به شما 5 و یا 6 صفت گوید. راستقول، مهربان، سخاوتمند، دلیر، انسان دوست و یک چند صفت دیگر را این چنین باور کنید. من باور ندارم که کسی یافت شود که به غیر آن شخصانی که به دعوت مشغولند نامبر کند یکی از صفتهای او را که دنیا را دیگر کرده است. یکی از صفتهایی که دنیا را عوض کرد، مردانگی، این ناترسی. حالا من از خودم سوال میکنم برای چی بسیاری از مسلمان ها از این صفت ها بی‌خبرند؟ وقتی که از اونها سوال میکنی درباره این برای تو چیزی نمیگند. این را در کجایی که پرسی چنین پاسخ میگیری. تو سوال کن در مراکو، در تونس، ترکیه، پاکستان، آنها تنها پاسخ میگن خندیدن، انسان دوست بودن. برای چی؟ هیچگاه از صفتهای پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیگویند که او چگونه ناترس بود و نقشه میکشید، عمل میکرد. برای چی؟ ما پرسان میکنیم برای آن که دانیم برای که فایده میآید. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مثال خوبی برای ما در همه کار باشد، اگر ما یک حصه دینی خدا بگیریم برای ما برتری است. این تنها شیطان ها هستند. کیان دیگر؟ دشمنان اسلام. کیان دیگر؟ ترسانچکان و منافقان. آنها نباید ناترس باشد. با آنها چیزی را اثبات کردن لازم نیست. در کرسی های خودشان نشسته در نزدشان تارتها میگویند حالت ما خیلی خوب است، خوراک هم خیلی زیاد داریم، خاموش باش و این حالت خوبی ما را از بین نبر. برای چی؟ برای اینکه مردانگی این محرک است. مردانگی این محرک است و به محرک حرکت نیست. لازم می شود تا که ماشین را تله بدهیم. مردانگی و دلیری این مثل محرک است که به محرک حرکت کردن نمی شود و به بلندی برآمده نمی شود و بلندی وقتی ما نبرآمدیم عوض شده نمی توانیم. وقتی که ما خودمان را عوض نکردیم در حالت میمانیم که حالا ما هستیم و کی راضی است که عین حال در چنین حالت قرار داریم. کدام مسلمان میتواند راضی باشد در این حالت که من به شما میگویم که بسیاری مسلمان ها به این حالت راضی اند. یک برادر به من گفت یک برادر نقشه میکشد برای جای قرآنخوانی در گرمانیا. در یک کنج مسجد ورقه ها تقسیم میکردند برای روز گشاده شوی مسجد و بعد آن گفت من میخواهم که یک جن ورقه ها را گرفته به مردم تقسیم کنم شاید که این برادران در روز گشاده شوی مسجد بیایند. و بعد به آن گفت امام مسجد التماس این لازم نیست، ما نمیخواهیم که برای خودمان مشکلات ایجاد کنیم. اگر برای ما این خوب است باید ما این را همین طور گذاریم. این برای آنها خوب است. روزهای جمعه برای درس آموزی 10 نفر می آید. وقتی عالم ها دعوت می کنند 30 نفر می آید. چین خوب است. برادر در شهر شما چقدر مسلمان است؟ ما حساب کردیم 1% برای آنها این خوب است. انا این است پرابلم. باور کنید این است پرابلم. ما نمیخواهیم که از برای چنین ترسانها در مشقت باشیم. برای همین ما باید همیشه تیار باشیم که افزایش بیابیم. برادران دلی من پاره می شود، دلم خونشار می شود وقتی من می شنوم که 1% برادران ما هستند. برادران چقدر ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم دور شده ایم.